این میدان کارزار متخصصان ریاست بهداشت زمین و آبیاری ولایت ختلان، اداره‌های بهداشت زمین یکچند شهر و ناحیه و ساکنان محلی ناحیه خراسان است که شبانه روزی بهر برقرار کردن کانال کلان دهه گلستان زحمت میکشند. شاخه راستی کانال مذکور بر اثر دو آبخیزی شدید پر را خراب شده بود و اکنون مشکلات اساسی آبشار کردن بیش از 10400 گیگتر زمین‌های کیش شده به میان آمده بود. متخصصان گفتند که در 65 کیلومتر پیکت باران سیل کانال را شستن نابود کرد. حکومت جمهوری تاجیکستان، اگنتی بهداشت زمین و آبیاری ولایت ختلان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت را وظیفه‌دار نمودند که هرچه زودتر انشاءات آبرسانی را به حالت اوله برقرار کرده زراعت کیش شده را با آب فلزی تامین نمایند. با این مقصد تکنیکا و مکانیزم ضروری از حساب ریاست بهداشت زمین و آبیاری ولایت ختلان تامین کرده شده. کارگران از جانب حکومت مملکت با سوزشواری و دیگر مسائل ضروری ساخت و ساز دسترسی یافتند. امروز ما در جای صدمه که رخ داده در پیکت 659 کانال شاخه راست قرار داریم. در اینجا 13 عدد مکانیزم ها برای برقرارسازی همین پیکت آماده کارند و 5 عدد دستگاه های کفشگری آماده کار می باشند. کارها ادامه دارند. من از مسافه 70 کیلومتر قبورهای قطرشان 1820 میلیمتر با اتوماسین ها کشانده آورده در اینجا وصل کرده ایستادیم. حرکت داریم که در روزهای نزدیک مردم ناحیه را با آب تامین نماییم. طور معلوم شد در مسافه 300 متر قبرهای قطرشان 1820 وصل و نصب کرده شده. مسافه عمومی کارهای به سامان رسیده تا پیکت 65 7 کیلومتر را تشکیل می‌دهد. همین شب روز بیش از 10 تکنیک از جمله اکسکاواتورها، بولدوزرها، ماشین‌های کلان بارکشی فعالیت دارند که این نظام کار در فرصت کوتاه‌ترین موجب به آب تامین شدن کشاورزان ناحیه خراسان می‌گردد. ساکنان و کشاورزان از آن خوشحالی دارند که در برابر کمک مواد غذایی، مسئله بینوکاری و دیگر وسایل لازمه همچنین زمین‌های خواجگی دهخانه‌شان را سریع وقت با آب تامین خواهند کرد. آفات طبیعی اومد به دلال سخت رسید و مردم فضای طبیعی شده رو در مدت‌های کوتاه‌ترین برطرف کرد.